سومکا پروژه‌ای است که به وسیله آموزشگاه وانایاوسی یا وانایا ودن اوپیستو و وزارت آموزش حمایت مالی می شود. در فنلاند حدود 200 مرکز آموزش بزرگسالان هست. آموزشگاه وانایاوسی می توان مثلا زبانهای خارجه خواند، کامپیوتر، فرهنگ و علوم اجتماعی خواند، موسیقی فرا گرفت، کارهای دستی آموخت، میتوان نقاشی کرد، میتوان به گروه‌های ورزشی و رقص آموزشگاه پیوست. دولت و دولت شهرها به دانش آموزان پول میدهند و به این دلیل دانش آموختن کاری مقرون به صرفه است. برنامه تحصیلی در ماه الوکو منتشر شده و کلاس‌ها در ماه سوستو شروع می‌شوند. اگر برنامه تحصیلی را در منزل دریافت نکردید، می توانید آن را از کتابخانه و یا از راه اینترنت به دست بیاورید. وقتی کلاس مورد علاقه خود را در برنامه تحصیلی آموزشگاه یافتید، باید پیشاپیش از طریق دفتر آموزشگاه در آن کلاس ثبت نام کنید. کلاس هایی که علاقه‌مندان زیادی دارند به سرعت پر می شوند. بنابراین خوب است که به سرعت در کلاس مورد علاقه خود ثبت نام کنید. می توان از راه اینترنت یا تلفن هم در کلاس ها ثبت نام کرد. هنگامی که دارید ثبت نام می کنید این اطلاعات را بدهید. درس، نام، تاریخ تولد و شماره کارت کلا، نشانی، شماره تلفن، آدرس پست الکترونیک. همچنین بگویید آیا کار می‌کنید یا بیکار هستید. تخفیف‌های ویژه‌ای غالباً شامل حال بیکارها می‌شود. اگر می‌خواهید از تخفیف‌های بیکارها برخوردار شوید، باید مدارک بیکاریتان را به دفتر آموزشگاه نشان دهید. درباره سوابق تحصیلی هم از شما سوال‌هایی خواهد شد. از شما پرسیده خواهد شد که چه آموزش‌هایی دیده‌اید و مدت این آموزش‌ها چند سال بوده است. وقتی ثبت نام کردید و در کلاس مورد علاقه جایی به شما داده شد، آنگاه می توانید در آن کلاس شرکت کنید. در برنامه تحصیلی زمان شروع کلاس مورد علاقه و محل برگزاری کلاس ها را می توانید ببینید. وقتی ثبت نام انجام شد، قبض شهریه برای شما ارسال خواهد شد. اگر خواستید ثبت نام خود را پس بگیرید، حتما باید حداقل 1 هفته پیش از شروع کلاس ها به دفتر آموزشگاه خبر بدهید و در غیر این صورت حتما باید شهریه ثبت نام را پرداخت نمایید. اگر بنابر دلایلی کلاس مورد علاقه برگزار نشود، به وسیله تلفن به شما آگهی داده خواهد شد. با دیدن این آگهی تصویری که به زبانهای فنلاندی، روسی و انگلیسی تهیه شده است، درباره مواد آموزشی ما بیشتر یاد بگیرید. آموزشگاه بزرگسالان جایی که میتوان در آن تحصیل کرد، سرگرمی‌های تازه آموخت، با فنلاندی‌ها ملاقات کرد. تحصیل حق قانونی همه است.